واقعا ما در جمعیت امروز زندگی میکنیم که منافقی، دروغگویی، ریاکاری و چاپلوسی سراسری است. از همین خاطر در این گونه جامعه ها وقتی یک نفر پیدا می شود که میخواهد حرف حق گپ زند، میخواهد از حقیقت دفاع کند، میخواهد واقعیت ها را روی آب برآورد، واقعا از این گونه شخص ها خوششان نمی آید و گروه از انسان ها از این گونه شخصان را بد میبینند. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا حقیقت را میگویند، واقعیت را میگویند و آن چیزی را که میبینند درست است آن را میگویند و آن چیزی که غلط است نادرست است آن را انکار میکنند. روزگوی تئوری میبینند اونجا برای چی بد میبینند؟ معقول نیست چونکه روسا میگن که آخه правда глаза колет گفتن اما مضمونش کردیم. تاجیکستان خیلی کشور قدیمی است، خیلی قدیمی، اما همینطوری عادت شدن که نمیتونن روز گفتن. مثلا با کسی که از اینا کلامتر نمیشونن روز گفتن مثلا به چشم که تو همینطوری نادرست کار میکنی یا اینطوری. این چی بگم که это уже кровида, менталитет همینطوری شده است که آدما نمیتونن روز گفتن. آنهایی که مثال مفکورهشان مثال در جامعه پس است و یا اینکه ادراک شعوری بلند انسانی ندارند ممکن پس میگن با فکر ما حقیقت گو این بهترین است. وقتی که حقیقت رو میگویید دویم عاقبتش نیک است لیکن خلق نمیفهمه.